سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یک کتاب فوق‌العاده مهم به اسم ارتباط بدون خشونت از مارشال روزنبرگ. یه روش ارتباطی که خب میشه گفت واقعا میتونه همه چیز رو توی روابط ما تغییر بده. خب بیایید با یه سوال شروع کنیم که فکر میکنم برای همه ما آشناست. تا حالا شده با بهترین نیت وارد یه گفتگو بشید ولی آخرش همه چیز به دلخوری و دعوا ختم بشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ مشکل اصلی خیلی وقتا توی خود کلماتیه که ما ناخودآگاه به کار میبریم. کلماتی که شاید ظاهر خشنی نداشته باشن ولی پر از قضاوت و سرزنشن و مثل یه دیوار نامرئی ما رو از هم دور میکنن، حتی وقتی که واقعا قصد بدی نداریم. و فکر نکنید این یه ایده الکی و کم طرفدارا. این کتاب بیشتر از 5 میلیون نسخه تو کل دنیا فروخته. این خودش نشون میده که میلیون ها نفر مثل ما دنبال یه راه بهتر برای ارتباط برقرار کردن هستن. تأثیر این ایده اونقدر عمیق بوده که آدمای بزرگی مثل مدیرعامل مایکروسافت هم اون رو به عنوان یک کتاب الهام بخش معرفی کردن. پس معلومه که با یه موضوع خیلی جدی و مهم طرفی. خب حالا این خشونت پنهان که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ بیایید یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم ریشه این مشکل کجاست. روزنبرگ میاد 2 تا زبان رو دقیقاً روبروی هم میذاره. یه طرف زبانیه که ما معمولاً استفاده میکنیم و بهش میگه زبان زندگی بیگانه، پر از قضاوت و انتقاد. طرف دیگه زبان ارتباط بدون خشونته. ببینید چطوری قضاوت جاش رو به مشاهده صرف میده و سرزنش تبدیل میشه به بیان احساسات و نیازها. این یه تغییر نگاه اساسیه. خب مشکلو که شناختیم، حالا بریم سراغ راه حل قدرتمندی که روزنبرگ به ما پیشنهاد میده. یه چارچوب مشخص که اسمش رو گذاشته زبانی برای زندگی. در واقع ارتباط بدون خشونت یا همون NVC یه روشه. یه روش برای اینکه هم حرف دلمون رو صادقانه بزنیم و هم طوری به حرفای دیگران گوش بدیم که به جای مقاومت و دعوا به درک و همدلی برسیم. و بهترین قسمتش چیه؟ این که اصلاً پیچیده نیست. کل این فرایند قدرتمند رو میشه توی 4 تا قدم خیلی ساده و کاربردی خلاصه کرد. بیایید با هم این 4 قدم رو ببینیم. این 4 تا کلمه یعنی مشاهده، احساسات، نیازها و درخواست، ستونهای اصلی هر گفتگوی سالمی هستند. حالا بریم ببینیم هر کدوم از اینها در عمل یعنی چی. قدم اول مشاهده خالص بدون هیچ قضاوتی. به جای اینکه بگیم تو همیشه دیر میکنی که یه برچسب و قضاوته، فقط واقعیت رو بگیم. من دیدم که تو امروز نیم ساعت دیر رسیدی. میبینی چقدر فرقشه؟ همین تغییر کوچیک لحن کل مکالمه رو عوض میکنه. و خود روزنبرگ یه جمله عالی داره که میگه دقیقاً به همین دلیله که این جداسازی مهمه. چون وقتی ما مشاهده و قضاوت رو با هم قاطی می‌کنیم، طرف مقابل فقط انتقاد میشنوه و ناخودآگاه گارد دفاعی میگیره. قدم دوم اینه که مسئولیت احساسات خودمون رو قبول کنیم. به جای اینکه بگیم تو منو عصبانی کردی، که یعنی داریم طرف رو سرزنش می‌کنیم، بگیم من احساس عصبانیت می‌کنم. اینجوری مالکیت احساسمون رو به عهده میگیریم. و حالا قدم سوم که به نظر من جادوی اصلی اینجاست. باید اون احساس رو به یه نیاز واقعی و انسانی وصل کنید. یعنی بگیم من احساس عصبانیت میکنم چون برای من احترام و قابل اعتماد بودن مهمه. ببینید با این کار تمرکز از روی اشکال تو چیه به سمت چه چیزی برای من مهمه و برآورده نشده میره. و در آخر قدم 4 یه درخواست مشخص، مثبت و قابل اجرا مطرح کنید، نه یه دستور. یادتون باشه یه درخواست واقعی یعنی طرف مقابل حق داره بگه نه. اگه نتونه نه بگه، اون دیگه اسمش درخواست نیست، تحمیله. خیلی خوب، این 4 مرحله ابزارهای ما بودن. ولی یه لایه عمیق‌تر هم وجود داره، یه فلسفه پشت این روش که وقتی درکش کنیم همه چیز واقعاً معنای جدیدی پیدا میکنه. و اینجا به یکی از ایده‌های اصلی و شاید تکان دهنده کتاب میرسیم. فکرش رو بکنید، هر نوع ارتباط خشونت‌آمیز، هر انتقاد، هر قضاوتی، در واقع یه جور فریاد برای کمکه، یه نشونه از این که یه نیاز عمیق انسانی برآورده نشده. این نقل قول قدرتمند از خود روزنبرگ کل دیدگاه ما رو نسبت به دعواها و درگیری‌ها عوض میکنه. انگار به ما میگه پشت اون کلمه‌های تند و تیز یه نیاز آسیب پذیر و انسانی وجود داره. فقط باید یاد بگیریم ببینیمش. البته خب
هیچ روشی قرار نیست معجزه کنه و بی‌نقص باشه. پس بیایید واقع‌بین باشیم و ببینیم نقاط قوت واقعی این روش چیه و تو دنیای واقعی با چه چالش‌هایی ممکنه روبرو بشیم. همونطور که می‌بینید این روش خیلی ساده و کاربردیه و واقعاً میتونه روابط رو زیر و رو کنه. اما از اون طرف به تمرین و صبر زیادی احتیاج داره. اولش ممکنه یکم مکانیکی و غیر طبیعی به نظر برسه، مخصوصاً توی موقعیت‌های پر از استرس که همه چیز به هم ریخته. خیلی خوب، با همه این حرفا اگه قرار باشه فقط یه نکته کلیدی از این بحث با خودمون به یادگار ببریم، اون نکته چی میتونه باشه؟ در نهایت NVC به ما یه حقیقت ساده ولی قدرتمند رو یادآوری میکنه. کلمات ما میتونن مثل دیوار ما رو از هم جدا کنن، مثل شمشیر به هم زخم بزنن یا مثل یه پل ما رو به هم وصل کنن. و این انتخاب در هر لحظه با خودمونه. و این جمله پایانی از خود روزنبرگ به نظرم هدف نهایی این روش رو به زیباترین شکل ممکن نشون میده. هدفی نیست که توی بحث‌ها برنده بشیم. هدف اینه که یه جریان از شفقت و درک متقابل بین خودمون و دیگران ایجاد کنیم. یه ارتباط قلبی. از خودتون بپرسید آخرین باری که چنین ارتباطی رو تجربه کردید کی بود؟